خوبیای دختر ایرانی؟ خوبیای دختر خارجی. دختر ایرانی برات قرمه سبزی، آبگوشت، قیمه، غذای خوشمزه و مشتی می‌پزه. دختر آلمانی برات سوجوک و تخم مرغ و سیب زمینی می‌کنه. غذا دیگه بلد نیستن، غذایی ندارن البته. این که گفتی خوبیش نبود که. حالا ما اینو گفتیم، واقعیت رو گفتیم. دختر خارجی بهت گیر نمیده. دختر ایرانی بهت مهر و محبت و عشق میده. دختر خارجی ازت پول نمیخواد. دختر ایرانی باهاش میتونی فارسی صحبت کنی بگی قربونت برم. دختر آلمانی باهاش آلمانی میتونی صحبت کنی بگی قربونت برم. نه بابا. دختر ایرانی پتانسیل ازدواج داره. دختر آلمانی هم توش پیدا میشه. البته این دختر ایرانی که شما گفتی اگه پیداش کردی سلام منو بهش برسون. دختر ایرانی قشنگ هرست میده، میتونی باهاش بشینی غیبت کنی، هیجانی میکنه رابطه رو. دختر خارجی کمبودی نداره. دختر ایرانی هم کمبودی نداره. دختر ایرانی کمبود داره، دختر خارجی کمبود نداره. عجبا. ما تو مملکتی داریم زندگی میکنیم که 90% مردم زیر خط فقرن و وقتی شما میای خارج دنبال نداشتات میای. تو ایران هم اکثر تو خونه‌هاشون خب شرایط زندگی خوبی نداشتن، وقتی هم اینجا میان دنبال پولکی میشن. حالا اگه قبول ندید از رفیقاتون که توی آلمان هستن بپرسید. خب دخترای خارجی هم که اینجا دارن زندگی میکنن اکثرا دختری هستن که دنبال پسرای میگردن که پولدار باشن و استاندارد رابطه تو خارج از ایران هم همینطوری شده. همه میخوان برن با کسی که لامبورگینی سواره. نه در حد ایران. من اینقدر دختر دیدم که فقط به خاطر عشق و علاقه و این داستانا رفتن تو رابطه. ولی خب دختر ایرانی بیشتر نسبت به کسایی که خارجی هستن مانور میدن رو خرج کردن و توقعات و کادو گرفتن و این داستانا.